سلام بچه‌ها، خوش اومدید به کانال سیتری. امروز اومدیم با بررسی گوشی ها، با چه قیمتی، چه گوشی، با چه گرافیکی توی کال آف میتونیم بخریم. 1 2 3 بزن بریم. گوشی اولی که ما میتونیم بخریم نوت 12 که در رم 6 و 8. باتری این گوشی 5000 میلی آمپره و حدود 15 تا 22 میلیون که قیمتش متغیره. تاکید میکنم قیمتش متغیره. 15 تا 22 میلیون هست و تنظیماتش متوسط، تنظیماتش توی کالاف. گوشی دوم که میخوایم معرفی کنیم گوشی نیست جز گلکسی A34. این گوشی رم 6 یا 8 داره، نمایشگر امولد 120 هرتز، باتریش 5000 میلی آمپره و حدود 25 تا 32 میلیون تومان قیمتشه. این قیمت هایی که بهتون میگم در سه‌شنبه 22 مهر 1404. این گوشی با تنظیمات متوسط رو به بالا براتون تو کالاف اجرا میشه. و گوشی سوم چیزی نیست جز پوکو X5. رمش 8، نمایشگر امولد 120 هرتز، باتری 5000 میلی آمپره و حدود 28 تا 34 میلیون تومان قیمتشه. تنظیماتش بالا و تنظیمات واقعا خوبی داره، فقط یک کم ممکنه لگ بزنه. گوشی چهارم که میخوام معرفی کنم پوکو X5 پرو بهبودی یافته است. رمش 8، نمایشگر امولد 120 هرتز، باتریش 5000 همون 5000 میلی آمپره و حدود 30 تا 37 میلیون تومان قیمتشه و تنظیماتش بالاه بدون لگ. و گوشی پنجمی که ما معرفی کنیم بهتون A54 5G، رم 8، نمایشگر 120 هرتز و امولد، باتری 5000 میلی آمپر و حدود 30 تا 38 میلیون تومان قیمتش هست با تنظیمات بالا. و گوشی ششمی که میخوام براتون معرفی کنم چیزی نیست جز وان پلاس نورد 3. این گوشی رمش 8 یا بیشتره توی بازار. این هم امولد 120 هرتز نمایشگرش، باتری قوی داره که اینجا نزده باتریشو توی این سایتی که من دارم براتون میگم و حدود 35 تا 42 میلیون تومان قیمتشه. تنظیمات خیلی بالا میاره و تایم بیشتری میتونید باش بازی کنید بدون لگ، یعنی تایم خوبی میتونید باش بازی کنید. گوشی هفتمی که میخوام معرفی کنیم شیائومی 12X، نمایشگر امولد 120 هرتز، فرزندان قدرتمندی داره و اینکه ممکنه نزدیک 38 تا 45 میلیون قیمتش باشه. تنظیمات خیلی بالا اینم داره. گوشی هشتم گوشی نیست جز سامسونگ گلکسی S21 FE، رم 8، نمایشگر امولد 120 هرتز و اگر نوعش موجود باشه که فکر نکنم اینطوری باشه، قیمتش 38 تا 45 میلیونه که دست دومش توی بازار از 17 میلیون شروع میشه. و این گوشیایی بود که تا مبلغ 45 میلیون تومان ما به شما گفتم. امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه. بزرگترین حمایتی که میتونی از من بکنی سابسکرایب، لایک، این خیلی به من انرژی میده دوستان. و اینکه این قیمت هایی که گفتم دوباره تاکید میکنم، این قیمت ها سه‌شنبه 22 مهر 1404 14 اکتبر 2025. موفق و پیروز باشی. دمت گرم که این ویدیو رو نگاه کردی. خدا نگهدار.